اگه اینو ندونی همه امیدت از بین میره. شاید الان فکر میکنی همه چیز تموم شده. شاید فکر میکنی هیچ راهی نداری. اما حقیقت اینه که یک راز ساده وجود داره که همه سختی ها و ناامیدی ها رو به قدرت تبدیل میکنه. میخوای بدونی چیه؟ پس تا آخر گوش کن. زندگی پر از بالا و پایین هاست. همه ما شکست خوردیم. همه ما لحظه هایی داشتیم که حس کردیم نمیتونیم ادامه بدیم. اما نکته مهم اینه که همیشه یک راهی هست. همیشه یک نوری هست. همیشه یک امیدی هست. حتی وقتی هیچ چیز به نظر نمیاد. ناامیدی وقتی سراغ ما میاد که حس میکنیم کنترل زندگی از دستمون خارج شده. وقتی تلاش میکنیم اما نتیجه ای نمیبینیم. وقتی شکست میخوریم. کسی نیست که حالمون رو بفهمه. اما باید بدونی که ناامیدی طبیعیه. همه ما تجربهش کردیم. حتی آدمای موفق و مشهور دنیا. تفاوت آدمهای موفق با بقیه اینه که وقتی ناامید میشن یه لحظه وایسادن، نفس کشیدند و دوباره شروع کردند. ناامیدی یه علامت توقف نیست، بلکه یه علامت اینه که راهی برای رشد وجود داره. دنیا همیشه طبق برنامه ما پیش نمیره، اما همیشه طبق برنامه خدا پیش میره. شاید الان فکر میکنیم چرا چیزی که میخوای بهت داده نشده، یا چرا همه چیز خراب شده. اما باور کن هر اتفاقی که الان برات سخت اومده بخشی از نقشه بزرگتره. گاهی خدا با سکوتش جواب میده. گاهی جواب نمیده تا تو قوی تر بشی، تا آماده بشی و وقتی وقتش رسید بهترین اتفاق برات میفته. فکر کن یه در بسته میشه جلوت. شاید اولش ناامید بشی، اما وقتی در بعدی باز میشه میبینی اون در بسته فقط راهی بوده برای رسیدن به یه چیز خیلی بهتر. حالا میخوای بدونی چطور امیدت رو نگه داری؟ وقتی دنیا بهت فشار میاره هر روز شکرگزاری کن. حتی برای چیزای کوچیک. شکرگزاری نور میاره و باعث میشه خوبی ها رو ببینیم. با خدا حرف بزن. دعا، مکالمه با خدا، حتی یه جمله کوتاه انرژی میده. حس حمایت میاره. تلاش کن بدون انتظار فوری. همه چیز زمان خودش رو داره. بعضی چیزا سریع نمیان، اما وقتی بیان ارزششون بیشتره. مثبت فکر کن و به خودت اعتماد داشته باش. حتی وقتی همه چیز خراب به نظر میاد. یه نفس عمیق بکش و به خودت بگو من قویم، میتونم ادامه بدم. همه سختی ها تو رو نمی کشن، تو رو می سازن. امید کلید عبوره.
وقتی امید داری حتی سختی ها هم تبدیل میشن به تجربه و قدرت. یه روز کسی رو میشناختم که همه چیزش رو از دست داده بود، خونه، پول، حتی دوستاشو. همه فکر میکردن تمومه، اما اون با ایمان و امید ادامه داد. هر روز یه قدم برداشت، حتی وقتی سخت بود. حالا نگاه کن، امروز اون آدم قوی تر از همیشه است و زندگی داره که همه آرزوشونه. راز موفقیتش چیه به نظرت؟ راز موفقیتش این بود که هیچ وقت ناامید نشد و به خدا تا لحظه آخر اعتماد کرد. این داستان مثل زندگی همه ماست. شاید الان تو هم حس کنی همه چیز تموم شده، اما این فقط یه مرحله است. مرحله بعدی میتونه بهترین بخش زندگی تو باشه. هر روز یه فرصت جدیده، هر روز یه شانس تازه است. هر سختی یه درس داره، هر شکست یه قدرتی توش نهفته است. هر ناامیدی یه چراغ امید پنهان داره و تو میتونی اون چراغ رو روشن کنی. شکرگزاری کن برای چیزای کوچیک. به خودت و زندگی اعتماد کن. تلاش کن بدون اینکه نتیجه فوری بخوای. به خدا اعتماد کن حتی وقتی نمیبینی و همیشه به خودت یادآوری کن که قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی. حالا یه نفس عمیق بکش و به خودت بگو من قویم، من ارزش دارم و همه چیز درست میشه. زندگی کوتاهه، پس هر روزت رو با امید، شکر و ایمان پر کن. هیچ وقت ناامید نشو، هیچ وقت تسلیم نشو. تو شایسته بهترین ها هستی و راهت همیشه روشنه. فقط کافیه ادامه بدی، فقط کافیه باور داشته باشی و فقط کافیه از همین لحظه شروع کنی.